سلام. تو این ویدیو قراره که حل 25 حرکتی من تو مسابقه هوشینوکوهای دی 2024 که فکر کنم حل سومم بود و بازسازی کنیم و روند حل رو براتون یه توضیحی بدم. اول یه خلاصه ای از روند کلی حل مکعب تو آیتم FMC، حالا البته روش حرفه‌ایش بهتون میگم، بعد حالا جزئیات راه حل رو بیشتر با هم میبینیم. ببینید وقتی یه اسکرامبل به شما میدن، حالا مثل یه همچین چیزی، دقیقا خود اسکرامبل حل سومه. اولین قدم اینه که شما ای او رو حل کنید. حالا تو حین توضیح راه حل بیشتر توضیح میدم که ای او دقیقا چیه. به این شکل ای او حل میشه. تو قدم بعدی شما با یه سری حرکات یه کاری میکنید که مثلا لایه زرد و سفید هر دو، ببینید همه مهرهای زرد و سفید تو این دو لایه، مهره دیگه ای نداریم از رنگ دیگه. هدف مرحله دوم در واقع این هست که بهش میگن دی آر یا دامینو ریداکشن. هدف مرحله بعدی اینه که طی یه سری سلسله حرکات، حالا اون دی آری که ما داریم مثل یه همچین حالتی که گفتم سفیدا و زردا، مهرهای سفید و زرد فقط تو لایه سفید و زردن و این در واقع اچ ها یا لبه های وسطی هم میبینید سر جای خودشون و با جهت مناسبن. یعنی مثلا این مهره رو اگه نگاه کنید با یه R2 حل میشه یا این مهره با یه F2 حل میشه. فقط با حرکات دوتایی همه این مهره های وسط حل میشه. هدف دیار در واقع اینه. تو مرحله بعدی طی یه سری حرکات قرار مکعب به حالتی برسونیم که یه همچین چیزی میبینید همه مهره ها به نوعی توی حالتی هن که یا تو لایه خودشونن یا تو لایه مخالفش. مثلا میبینید تو لایه سبز من فقط مهرهای آبی و سبز دارم، فقط همین دو رنگو دارم. تو لایه قرمز فقط مهرهای نارنجی و قرمز دارم. این مرحله رو بهش میگن HTR یا هفت ریداکشن. در واقع هدفش اینه که مکعب رو ما به حالتی برسونیم که فقط حرکات دوتایی مکعب رو برای ما حل بکنن. حالا منظورم چیه؟ الان مثلا این همون حالته، من یه سری حرکات میزنم، دیدید همش حرکات دوتایی بود، تبدیل شد به یه همچین حالتی که حالا سه تا مهره قراره که با هم دیگه جابجا باشن یا بهش اصطلاحاً میگن 3E. اگه خوش شانس باشیم تا یه سری حرکات میتونیم مکعب رو کامل کنیم، ولی اگه در واقع حرکات تکمیل مکعب رو نتونیم به راحتی پیدا کنیم، معمولاً تبدیلش میکنیم به یه همچین حالتی و حالا از اونجا به بعد راه حل رو ادامه بدیم. خب حالا من جزئیات راه حل رو در ادامه دقیق‌تر براتون توضیح میدم. همونجوری که گفتم مرحله اول EO یا Edge Orientation. اگه با روش زیزی آشنا باشید، این اولین مرحله از همون روش زیزی هم هست. هدفش اینه که همه مهره ها رو در واقع اج ها رو یه در واقع اسکرامبل به شما میدن. مثلا اگه من رو محور سبز و آبی نگاه کنم، محورهای مختلفی داریم. میتونیم رو محور سفید و زرد نگاه کنیم، میتونیم رو محور نارنجی و قرمز و رو محور سبز و آبی. رو هر کدوم از این محورها میشه ای او رو بررسی کرد. ولی خب معمولا تو روش زیزی خصوصا رو محور سبز و آبی حل میکنن، ولی خب شما میخواید هر اسکرامبل FMC رو بررسی کنید، رو همه محورها باید بررسی بکنید ای او رو. شما نسبت به محور سبز و آبی نگاه میکنید، چند تا اج بد داریم. اجایی که قرمز دارن اجای بدن. در واقع رنگایی که اینجاست اگه قرمز باشه اج بد محسوب میشه. مثلا این دوتا اج بدن. اگه اجی رنگش سبز یا آبی باشه ولی رنگ بغلیش مثلا این اج زرد یا سفید باشه، این هم اج بد محسوب میشه. این هم اج بده. این دوتا اج بدن. میبینید قرمز یا نارنجی دارن، رنگشون در واقع سبز و زرد نیست. دیگه بقیه اجام در واقع خوبن. پس من کلن، البته ببخشید، این اجم بده چون میبینید رنگش سبزه ولی رنگ بغلش سفیده. اینا کلا میشن 6 تا اج بد. حالا اینجا ببینید من یه بی بدم، یه بی بزنم، هدف اینه که مثلا تبدیل کنیم به 4 تا اج بد و 4 تا اج بد رو بیاریم مثلا تو لایه F یا B، بعد با یه حرکت اجای بد خوب میشن. حالا اینجا اگه شما یه بی بدید، ببینید این 3 تا اج بد بودن.
من با یه بی این ستا رو خوب میکنم و این یکی بد میشه چون قبلش خوب بود. این حرکات اف یا بی اجا رو بین خوب و بد جابجا میکنم. الان پس 3 تا دیگه اج بد داشتم، اینم یه اج، میشه کلا 4 تا اج. الان میتونم همه رو بیارم توی لایه و ای او رو حل کنم. در ادامه من این مهره رو میارم بالا. الان 3 تا اج بدم توی لایه سبزم، یه دی تو هم بدم، اون یکی اج بدم هم اومد اینجا. میبینید الان هر 4 تا اج بدمون توی لاین و میتونم با یه اف ای او رو حل کنم. این در واقع میشه حرکات اولمون برای حل ای او. خب همونجوری که گفتم مرحله دوم در واقع حل یا گام دوم اینه که ما به یه همچین حالتی برسیم. اینو بهش میگیم دامینو ریداکشن یا دی آر. یه روبیک از دامینو این به خاطر اون به اسم میذارن، در واقع 2×2×3. این یه جورای شبیه همون مکعب 2×2×3، فقط این لایه وسطی اضافیه. همونطور که میبینید تو این حالت ببینید همه مهرهای زرد و سفید توی لایه زرد و سفیدن و این لایه های وسط هم چون ما ای او رو حل کردیم همشون با یا F2B2 و این حرکات دوتایی در واقع حل میشن. در واقع طی مرحله دیار ما روبیک رو به حالتی میرسونیم که فقط با حرکات R2F2 L2B2 و U و D حل میشن. یعنی من دیگه نیاز ندارم حرکت R تنها بزنم برای حل روبیک یا حرکت L تنها یا F یا B. مکعبو مرحله به مرحله در واقع داریم کاهش میدیم به نوعی. خب حالا تو اسکرامبل ما ببینید یه کاری که تو همه در واقع تو حل FMC انجام میدن یه تکنیکی هست به اسم نیست. به این صورتی که شما مثلا فرض کنید که روی اسکرامبل اصلی یه سری حرکات زدید و به یه حالتی رسیدید. همیشه این گزینه باید یادمون باشه که میتونیم حرکات رو برعکس بزنیم. یعنی مثلا من اینجا ای او هم این حرکات بود BRD2F. من میتونم این حرکات رو برعکس کنم، برعکس BRD2F میشه F پرایم D2 R پرایم B پرایم. بعد برعکس اسکرامبل هم بزنم، این در واقع میشه تکنیک نیست. به یه حالت دیگه میرسه ولی در ارتباط با خود اسکرامبل اصلی. این در واقع همون حالت نیستیه که گفتم. ما اگه برعکس حرکات ای او رو بزنیم F پرایم D2 R پرایم B پرایم، بعد برعکس اسکرامبل رو بزنیم. حالا من اسکرامبل رو توی دیسکریپشن و رو خود ویدیو میذارم. ببینید دقیقا همین حالت شد. دو تا یکی حرکات ای او رو برعکس کردم، بعد برعکس خود اسکرامبل زدم. به این تکنیک میگن نیست. همونجوری که میبینید تو این حالت هم، تو این حالت برعکس هم ای او حل شده، یعنی اج بد نداریم. خاصیت نیست همینه. مثلا اگه دی آر رو حل کرده باشید، اون روند برعکس رو اگه اعمال کنید دقیقا میرسید به یه حالتی که بازم دی آر حل شده تو برعکس. یعنی تو هر استیتی باشید تکنیک نیست رو اجرا بکنید بازم هم تو همون حالت میمونید. ولی حل دی آر هدف اینه که روبیک رو به یه حالتی مثلا یه همچین چیز برسونیم. اینا رو بهش میگن تریگر. مثلا یه تریگر اینه RU to R پرایم. ببینید الان اینجا من چند تا کورنر بد دارم. کورنری که در واقع سفیدش تو لایه سفید و زرد نیست. مثلا این بده، این بده، این دوتا هم بدن. 4 تا کورنر بد دارم. چند تا اج بد دارم؟ اجای بد اونایی میشن که تو لایه سفیدن ولی سفید ندارن، سفید یا زرد ندارن، مثلا اینه. و اونایی هن که تو لایه وسطن ولی سفید یا زرد دارن، مثلا اینم اج بد میشه. پس تو این حالت کلا 4 تا کورنر بد داریم، 2 تا اج بد. میشه 4C2E. یه حالت دیگه هست حرکت آر خالی رو ببینید، اینم یه نوع تریگر محسوب میشه. ببینید اینجا 4 تا اج بد داریم و 4 تا کورنر بد. این دو تا تریگر در واقع اصل مطلب دی آر هستن. سری تریگر دیگه هم هستیم وجود داره، در واقع آر یو پریم آر یو آر پریم که تو این حالت مثلا 3 تا کورنر رو بد داریم و 2 تا اج بد. اینا یه وقتایی به کار میاد ولی اصل مطلب همین آر و آر یو تو آر پریم هست. هدف اینه که در واقع ما ستاپ بکنیم به یه همچین حالتایی، بعد این تریگر رو بزنیم. حالا مثلا اینجا ببینید من اون برعکس ای او رو زدم، بعد برعکس اسکرامبل هم زدم. حالا اینجا من 1 2 3 4 5 6 7 تا کورنر بد دارم و 1 2 4 تا اج بد. حالا اینجا خیلی خلاقیتی مثل حل کراس میمونه تو حل معمولی مکعب روبیک. شما اگه اینجا حرکات یو و ال پریم رو بزنید 1 2 3 4 تا کورنر بد ایجاد میشه
و 2 تا اج بعد که یکیش اینه یکیش هم این. پس اینجا تبدیل شد به 4C2E. پس اینجا من میتونم احتمالاً تبدیلش کنم به همون تریگر RU to R'. خب اینجا دوباره من میام از همون تکنیک نیست استفاده میکنم. ببینید من حرکات U و L' رو زدم، تبدیل شد به 4C2E. حالا من اینا رو برعکسشو میزنم، UL' برعکسش میشه LU'. بعد خود اسکرامبل رو میزنم، تبدیل میشه به این حالت. بعد حرکات EO رو میزنم که رو اسکرامبل اصلی زده بودم، BRD2F. ببینید تبدیل میشه به این حالت. این دقیقا همونه که من از قبل درستش کردم. پس طی حرکات نیست در واقع به یه همچین چیزی میرسیم که اینم بازم 4C2E. ببینید گفتم نیست رو که میزنی استیت در واقع حالت روبیکمون عوض نمیشه. مثلا اون برعکسش 4C2E بود، اینجا هم 4C2E. 1 2 3 4 تا اج بعد داریم، 4 تا بخش کورنر بعد داریم و 1 2 اج بعد داریم. حالا اینجا باید اول ستاپ بکنیم به اون حالت RU R' و حالا حالتهای مختلفش دیگه. مثلا شما LU to L' هم میتونید بزنید برای حل اون حالت، بستگی به اسکرامبل اون داره. حالا من یه U' میزنم، ببینید این اج به این کورنره وصله. یه U' F2 میزنم، یه حالت بار درست میشه. تو RU to R' ببینید یه حالت بار به این شکل داریم، اینو بهش میگیم بار. یه بار هم اینجا داریم. ببینید الان این یه نوع بار محسوب میشه، شبیه اینه. ببینید دقیقاً این نیست ولی ساختارش شبیه. 2 تا کورنرهای بعدمون به این شکلن، به این شکلن، اج بعدمون هم بینشونه، این میگیم بار. اینجا U' F2. بعد هدف بعدی ساختن این یکی بار هست. حالا U2 الان این کورنر بعد دیگه‌مون هم چسبید به این اج بعد دیگه‌مون و الان اون بارمون درست شد. ببینید الان 2 تا بار داریم. از این جهت اگه بهش نگاه کنیم دقیقاً همین حالت. مقایسه کنید، یه بار اینجا داریم، یه بار اینجا، یه بار اینجا داریم، یه بار اینجا. خب پس مثل اینجا RU to R' که میزنیم حل میشه. اینجا در واقع اگه بخوایم درستشو بگیم میشه LU to L'. ببینید اینجوری دیارمون حل میشه. پس تا اینجای کار دیارمون رو حل کردیم. در واقع به حالتی رسیدیم که مکعبمون فقط R2F2 L2B2 میخواد و U و D. دیگه R F و L و B لازم نداره، حرکات دوتایی فقط لازم داره و U و D. هدف بعدی اینه که به حالتی برسونیم که با فقط حرکات دوتایی حل بشه. یعنی همچین چیزی، مثلا یه همچین چیزی میشه یه HDR. البته بحث HDR خیلی مفصله و یادگیریش خیلی ساده نیست، ولی به یه همچین حالتی میگیم HDR. البته یه حالتایی هم داریم که واقعا HDR نیستن، مثل PLL N رو اگه در نظر بگیرید شبیه HDR رو میبینید تو هر لایه‌ای فقط همون رنگ و رنگ روبرویش، ولی خب این با حرکات دوتایی قابل حل نیستش. اینا در اصطلاحاً بهش میگن فیک HDR. البته میگم بحث پیچیده‌تریه، لازم به ویدیو جدا کنه. حالا در ادامه اگه من فرصت کردم یه ویدیوی آموزشی برای اونم میسازم. اینجا ببینید باز دوباره من سویچ کردم به حالت در واقع از نیست استفاده کردم و رفتم رو اسکرامبل برعکس. یعنی ببینید برای حل دیار من U' F2 U2 LU to L' داده بودم، اینا رو برعکس میکنیم میشه LU to L'، U to F to U. بعد قبلش حرکات EO بود، F' در واقع BRD to F بود، برعکسش میشه F' D to R' B'. اینا رو میزنیم، بعد برعکس اسکرامبل. بعد اگه یادتون باشه رو اسکرامبل برعکس یه UL' داده بودیم و UL' رو بزنیم به این حالت میرسیم. این در واقع بعد اجرای تکنیک نیست هست. این خود دیار بود، این در واقع برعکس دیار. ولی خب همونجور که میبینید اینجا باز دوباره دیار حل شده. در واقع کل نکته نیست همینه و میبینید که من مدام دارم از نیست استفاده میکنم. خیلی چیز کارآمد و کار را بندازیه اصطلاحاً. دیگه میگم اینجا یه ذره HDR پیچیده تره، ولی اگه شما این حرکات رو بزنید HDR حل میشه. رو اسکرامبل برعکسی الان U2 B2 D' L2 U2 B2 D. ببینید الان روبیکمون به حالتی رسید که در واقع با حرکات دوتایی فقط حل میشه.
همونجور که میبینید تو هر لایه فقط همون رنگ و رنگ روش، سفید و زرد، قرمز و نارنجی، سبز و آبی. این یه همچین حالتی میگفتیم اشتیار. در واقع اشتیار این که ببینید DA رو شما رو 2 تا محور دارید حل میکنید. الان ببینید رو محور سفید و زرد ببینید DA رو داریم. هدف اینه که رو مثلا محور قرمز و نارنجی هم DA رو حل کنیم. در واقع اشتیار این کار میکنه، ولی یه پیچیدگی‌ای داره. بعد مثلا یه جورایی ببینید تو چه استیتی هستید، حالا یه سری تکنیک داره برای اینکه بفهمید دقیقاً تو چه استیتی هستید و حالا بعدش اون حرکات لازم رو انجام میدید. خلاصه میرسیم به یه همچین حالتی. حالا اگه خوش شانس باشیم با یه سری حرکات دوتایی اگه بتونیم پیدا کنیم میتونیم مکعب رو کامل کنیم. ولی خیلی وقتا سعی میکنیم مکعب رو مثلا تبدیل کنیم به یه همچین چیزایی. مثلا اینو بهش میگیم R2U2 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 میبینید 6 حرکته. در واقع این 2E2 2 تا H 2 تا H. یا مثلا یه 3 سایکل که 3 تا H در واقع دارن به صورت چرخشی با هم جابجا میشن. اینم حالت خوبیه. یا حالا مثلا چند تا الگوریتم میشه براش استفاده کرد، بستگی به حالتمون داره. اونم در ادامه توضیح میدم. مثلا یه روش حلش اینه RU2 R prime LF2 L prime. یه سلسله حرکات دوتاییش هم هست که در واقع 8 حرکت. اون الگوریتم قبلی 6 حرکت بود، این یکی در واقع 8 حرکته که حالا بستگی داره که اسکرامبلتون چی باشه، اون راه حلتون چجوریه. حالا الان توضیح میدم. الان تو اینجا اگه من این حرکات رو بزنم B2 U2 B2 R2 D2 میبینید تقریبا مکعب کامل شده. فقط این 3 تا H لازمه که با هم دیگه جابجا بشن. تا اینجا اگه حساب کنیم تا 24 حرکت رسیدیم به این حالت که در واقع 3 تا H باید جابجا بشن و در بدترین حالت شما این 3 تا H رو با 6 حرکت حل میکنید. کل حلمون میشه 30 حرکت. ولی خب من موفق شدم که این 3 تا H رو با اضافه کردن فقط یه حرکت یه کاری کنم که حل بشه و کل حلمون شد 25 حرکت که حالا در ادامه اونم توضیح میدم چجوریه. وقتی به یه همچین حالتی میرسیم که در واقع 3 تا H یا مثلا ممکنه 2 تا دوتایی باشه یا ممکنه اجای بیشتری داشته باشید، بستگی داره. حالا ولی اینجا حالت ساده ایه و فقط 3 تا H لازمه که جابجا بشه. به یه همچین حالتی میرسیم به یه تکنیکی که بهش میگن نوشتن اسکلت. اسکلت منظورمون چیه؟ ببینید من اون حرکاتمون رو نوشتم. اگه یادتون باشید BRD to F EO مون بود، بعد U prime F to U to L U to L prime DR مون رو حل میکرد. در ادامه اون حرکاتیه که در واقع ما رو برعکس اسکرامبل زدیم. مثلا این آخرش میبینید LU prime، در اصل ما اونجا UL prime زده بودیم. حرکات برعکس رو من برعکس کردم و اینجا نوشتم. مثلا این D2 R2 B2 U2 B2 چیزی بود که ما رو میرسود به همین حالت جابجایی 3 تا H. پس حرکاتی که رو اسکرامبل اصلی زدیم و می نویسیم، بعد حرکاتی که رو برعکس اسکرامبل زدیم و به صورت برعکس شده می نویسیم و این در واقع میشه اسکلت ما. مثلا ببینید الان من اگه خود اسکرامبل رو بزنم، این خود اسکرامبل بود. حالا این حرکات اسکلت هم رو بزنم، بعد حرکات اسکرامبل هم رسیدیم به یه همچین حالتی. این 3 تا H باید جابجا بشن. البته اینجا در واقع همین حالت نیست، در واقع خاصیت اسکلت اینه. حالا با یه همچین چیزی تبدیل میشه. ببینید این 3 تا H در واقع باید جابجا بشن. این 3 تا H نیستن. علتش اینه که ما اینجا در واقع وسط راه حلیم. در واقع اگه بخوام دقیق بگم اینجا یه اسکرامبلیم. این بعد حرکت ال پریم هستیم. اینجا این دقیقاً قبل حرکت دی تو. ببینید مثلا اگه بخوام بیشتر توضیح بدم، این حرکات بعد دی تو رو بزنید، بعد اسکرامبل رو میزنیم، بعد حرکاتی که از اول مونده رو میزنیم بی آر دی تو اف بی پریم اف دی تو ال پرایم. میبینید دقیقاً رسیدیم به همون حالت. اینجا در واقع این حالتی که بود بعد حل اشتیار و اون حرکاتی که زدیم در واقع یه جوری وسط راه حلیم، ولی این بعد از
خود زدن کل راه حل. در واقع این سه تا اج باید جابجا بشه. بعد کاری که اینجا میکنیم میایم روی این اجا برچسب میزنیم و اینا رو طی اسکلت بررسی میکنیم. حالا اونم باز یه روند نسبتاً پرکاریه. بخوام توضیح بدم، ببینید اینجا ببینید من استار گذاشتم. این جاییه که اون حرکات رو میخوام اضافه بکنم تا اون سه تا اج هم حل بشه. من برای اینکه راحت بتونم نشون بدم منظورم چیه، ببینید من میام حرکات بعد ال پریمو میزنم، ال پرایم دی تو آر، بعد خود اسکرامبل، بعد حرکاتی که از اول باقی مونده، دوباره به همون حالت رسیدم. حالا اینجایی که علامت ستاره گذاشتم میایم این حرکات رو اضافه میکنیم. ببینید برای حل این سه تا اج یه الگوریتم مثلا این هست، در واقع r prime b to r، یا بنویسم r prime b to r، بعد در ادامه l prime d to l، l prime d to l. این 6 تا حرکت این حالت رو حل می‌کنه. r prime b to r، l prime d to l. این حرکات در واقع اون حالت جابجایی ستایی اجا رو حل میکنه. خب حالا توجه کنید، اینا رو بیاید بذارید جای استار. چه اتفاقی میفته؟ ببینید یه ال داریم، بعدش ال پریمه، آخره این 6 تا حرکت ال، بعدش حرکت ال پریمه. این دوتا پس با هم خنثی میشه. بعد ببینید یه دی تو داریم، دوباره دی تو داریم، این دوتا هم با هم خنثی میشه. پس ببینید الان یه دی تو ال از اینجا ساده شد، یه ال پرایم دی تو هم از اینجا ساده شد. در واقع ما 6 حرکت اضافه کردیم، 4 حرکت کم شد، یعنی کلا داریم 2 حرکت اضافه میکنیم. ولی یه چیز جالب تری هم هست. ببینید اینجا r prime b to r، l prime d to l، من به جاش میتونم ببینید r prime d to، به جای اینکه اول r بدم اول l prime بدم، میتونم اینجا رو l prime r بنویسم، فرقی که نمیکنه. ببینید بازم d to l دوباره همون رو حل میکنه. پس من اینو میتونم l prime r در نظر بگیرم. بعد ببینید اینجا یه r مون، بعدش r2، r با r2 در واقع میشه r prime. یه کنسلی هم در واقع اینجا گرفتیم. پس ما کلا 6 تا حرکت اضافه کردیم، 4 تا حرکت اینجا کنسل شد، یه حرکت هم اینجا، کلا 5 حرکت کنسل شد. پس انگاری من کلا دارم یه حرکت به راه حلم اضافه میکنم. پس در کل 24 حرکت که داشتیم به اضافه 1 میشه 25 حرکت. و در واقع راه حل رو میتونیم اینجا بنویسیم که میشه BRD2 F U prime F2 U2 L U2، اینجا استاره R prime B2 L prime. بعد ببینید R با R2 شده بود R prime. بقیه حرکات رو دیگه لازم ندارم دیگه، کنسل شده بود. D2 L prime با L prime D2 ساده شده بود. بعد R2 رو می نویسم B2 U2 B2 D prime B2 U2 L2 D B2 U2 L U prime. اگه بشمارید دقیقا 25 حرکته. یه بار چیک هم بکنیم. این خود اسکرامبله، سلسله حرکاتمون BRD2 F U prime F2 U2 L L U2 R prime B2 L prime R prime B2 U2 B2 U2 L to D B2 U2 L U prime. میبینید مکعبمون حل میشه. این بود در واقع اون حل 25 حرکتی من تو مسابقه. امیدوارم لذت برده باشید. تا ویدیوی دیگرم خدا نگهدار.